دیدید خیلی اوقات بعضی از افراد یا حتی شاید برای خودتون پیش اومده باشه، برای من که پیش اومده، ما میریم یه مهارتی یه چیزی یاد میگیریم، مثل برنامه نویسی یا طراحی وبسایت یاد میگیریم، هر چیزی و حالا به هر حال به یه نحوی ما یادش میگیریم، اما توی اون مسئله نمیتونیم پیشرفت کنیم و به درآمد نمیرسیم. و خب خیلی از افراد مثلا چه میدونم کسایی که پکیج میفروشن یا دوره‌های موفقیت و اینو میفروشن، این مسئله رو به ما نمیگن که آقا تو مشکل کارت چیه؟ چرا وقتی میای مثلا چیزی که من میخواستم بهت یاد بدم بعد تو بری پولدار بشی، بعد الان پولدار نشدی؟ دلیل پولدار نشدن چیه؟ یکی از اون دلایل سبد مهارتی در واقع. اه، اونا خب نمیان این حرفو بزنن که شما باید برید سبد مهارتی یاد بگیرید. چرا؟ چون اگه بخوان اینو بهتون بگن، اون مسیری که برای شما توی ذهنتون درست میکنن، اون مسیری خورده سخت میشه توی ذهنتون و نمیتونن اون محصولشون و اون پکیجشون رو به اون راحتی به شما بفروشن. اما یه چیزی داریم به اسم سبد مهارتی که من توی این ویدیو به شما راجع به این سبد مهارتی توضیح میدم و بهتون میگم چرا شرط لازم موفق شدن داشتن یک سبد مهارتیه. اولین نکته که باید در نظر بگیرید اینه که هر چیزی که ما یاد میگیریم حالا به شکلی مهارته و میخوایم ازش پول در بیاریم، یه سری زیر مهارت ها داره، یعنی یه سری مهارت های زیر مجموعه داره که باید وقتی اون مهارت اصلیه رو یاد میگیریم اونا هم در کنارش یاد بگیریم. این مهارت ها یه سریاش نرمن، یه سریاش سختن. اگه فرق این دوتا رو نمیدونید، حالا درست کردم ویدیوشو براتون، اما توی این ویدیو هم یه توضیح کوتاهی میدم چون خیلی توضیحش سخت نیست، حقیقتا همه یاد میگیره. ببینید مهارت نرم مهارتی مثل گفتگو کردن، صحبت کردن، مهارت های نرم این شکل مهارت هایی هستن. اما مهارت های سخت مهارت های مثل ریاضیات، برنامه نویسی و کارهای این چنینی هستن که شما اونا رو یاد میگیرید. حالا یک بار که یاد بگیرید اونا اون کاربردشون رو براتون حفظ میکنن، اما مهارت های نرم همیشه کاربرد یکسان توی شرایط مختلف ندارن. به فرض مثال شما میرید برنامه نویسی یاد میگیرید و خب برای اینکه بتونید برنامه نویس خوبی باشید باید یه سری چیزای دیگه هم یاد بگیرید در قبالش. مثلا مهارت ریاضی خوبی باید داشته باشید، حل مسئله خوبی داشته باشید، باید این ریز مهارت ها رو همه رو درک کنید یا حداقل ازشون یه شناختی داشته باشید. اینجوری که مثلا شاید یکی ریاضیش واقعا خوب نباشه، خب این آدم خیلی به درد شاید برنامه نویسی نخوره. مثلا به درد برنامه نویسی فرانت اند بخوره، یکی به درد بک اند میخوره. وقتی شما این ریز مهارت ها رو بهشون پی ببرید اون مسئله رو بیشتر درک میکنید. مثلا یکی میگه بیا تو کار فروش پولدارت میکنم دیگه، هر چیزی رو به هر کسی میتونی بفروشی. اما برای فروش شما باید مهارت های اجتماعی خوبی داشته باشید، مهارت مکالمه خوبی داشته باشید، بتونید خوب ارتباط بگیرید با بقیه. این دسته مهارت ها هستن که نمیان افراد به ما بگنشون و شما واقعا لازمه برای اینکه موفق بشید یه سبد مهارتی برای خودتون درست کنید. حالا چجوری یه سبد مهارتی برای خودمون درست کنیم؟ مثلا یه مهارت کلی رو در نظر بگیرید که میخواید توی اون پیشرفت کنید. اون میشه مهارت اصلی شما یا شناسنامه مهارتی شما. به اون مهارت مثلا میگیم فروش رو در نظر بگیرید. حالا برای اون مهارت یه گروه مشخص کنید، بگید که این مهارت فروش کجا این گروه قرار داره. آیا مثلا خودش زیر مجموعه یک مهارت دیگه است یا این خود فروش زیر مجموعه های دیگه داره یا نه؟ اینا رو برای خودتون مشخص کنید و بعد برای سنجیدن این مهارت شما باید یه سری معیارهای سنجش قرار بدید. مثلا شما رفتی یه دوره دیدی فروش رو یاد گرفتی، حالا فکر می‌کنی فروشنده خوبی هستی، اما توی عمل می‌بینی این قضیه متفاوته و برای سنجش این قضیه باید یه سری معیارها رو در نظر بگیرید. چه میدونم مثلا چقدر طول کشید که محصول تو بفروشی، اصلا تونستی بفروشی، چند تا مشتری به دست آوردی، همه اینا رو باید در نظر بگیری. حالا مهارت‌های زیر مجموعه رو میای دونه دونه تفکیک می‌کنی، بر اساس اولویت برای خودت مشخص می‌کنی. میگی که آقا من می‌خوام فروش رو یاد بگیرم، باید یه زیر مهارت دیگه‌ش هم بلد باشم. یکی از زیر مهارت‌هاش اینه که شما صحبت کردنت خوب باشه، بتونی خوب ارتباط بگیری. میری مثلا صحبت کردن رو یاد میگیری، میری مثلا دوره چی یاد برمیداری، دوره صحبت کردن، فن بیان مثلا. لازم نیست حتما بری دورش رو چی کنی، میتونی توی اینترنت حالا 4 تا سرچ کنی این قضیه رو بهبودش بدی، بهترش کنی. بعد نمیدونم مهارت متقاعد سازی، دوباره باید بری اینم ببینید چجوریه، آیا بهت میخوره، به دردت میخوره. آیا کسایی که نمیتونن متقاعد سازی کنن یا توش ضعیفن یا اصلا دوستش ندارن میتونن فروشنده های خوبی باشن.
همه اینا رو تو باید برای خودت مشخص کنی. بعد بیا به خودت بگو آقا من چه ارزش‌هایی برای خودم دارم. آیا ارزش‌های ذهنی من رو تشویق میکنن که فروشنده باشم یا نه؟ مثلا شما یکی از ارزش‌های ذهنیتون اینه که به بقیه کمک کنید و چه میدونم کارهای داوطلبانه انجام بدید. مثلا فروش با این ارزش شما مغایرت داره، با همخونی نداره. شما نمیخواید صرفا یه کالایی رو به یکی بفروشید، میخواید براش یه خدمتی انجام بدید. خب اینجا با ارزش شما مثلا این فروش چی داره؟ مغایرت داره و با هم نمیخونن. خب شما باید ارزش‌های خودتون هم در با اون مهارتی که حالا یکی میخواد بهتون بده باید بسنجید، ببینید آقا این به درد من میخوره نمیخوره. حالا درسته مثلا این میگه شما بیا این دوره رو ثبت نام کن، نمیدونم بعد 2 ماه پولدارت میکنم فلانت میکنم. خب چرت محض دیگه. شما وقتی هیچکی اون شخص مقابلتون ندیدی، اصلا نمیشناسیش، نمیدونی چه چیزایی دوست داره چه چیزایی رو دوست نداره، تو چه چیزایی خوبه و اینجوریه که خیلی از آدم‌ها گول میخورن. واسه همین بیایید بر اساس ارزش‌های خودتون یه مهارت رو یاد بگیرید، ببینید با روحیاتتون همخوانی داره. فکر کنم روی این قضیه خیلی تاکید کردم و خیلی هم مهمه واقعا. در نهایت هم بیایید دستاوردهای این مهارت رو برای خودتون مشخص کنید. بگید آقا من میخوام اینو یاد بگیرم، چه چیزی با این مهارت میخوام به چه چیزایی برسم. طبیعتا خیلی از مهارت‌ها چیز مشترکی که توشون پیدا میشه پوله، یعنی همه میخوان یه مهارتی رو یاد بگیرن که در نهایت به پول برسن. خب اما بعضی از افراد صرفا میخوان مهارت روابط اجتماعیشون رو خوب کنن، میخوان بهتر با بقیه ارتباط بگیرن، میخوان بهتر یکی رو متقاعد کنن، صرفا میخوان این مهارت رو به بقیه مهارتاشون اضافه کنن تا سبد مهارتیشون خیلی سنگین‌تر و کلوفتر باشه. میدونی چی میگم؟ اینجوری هم عزت نفس بیشتری دارن، هم اعتماد به نفس بیشتری دارن. این بود دیگه از این ویدیو دیگه. حالا دستاوردهای دیگه هم شما میتونید مشخص کنید، ناگفته نماند. خیلی چیزا رو میتونید مشخص کنید، دستتون بازه دیگه. دستاورد یه چیز شخصیه. اینو فکر کنم دارم اضافه گویی میکنم. آره این بود از این ویدیو. خیلی حرفه‌ای و با شیوه بیان خوب نتونستم اینا رو بگم، اما امیدوارم که منظور رو بهتون رسونده باشم و بهتون کمک کرده باشه تا الان. همین دیگه. خوشحال و موفق و سلامت باشید. عزت زیاد.